الان دمای سیستم بخوام بهتون نشون بدم 83 درجه است. یالا با بهتر که خب چه رو هوا ببرم. نه رو هوا نبر، ایده بدیه. 81. دوستان یه کاری میکنیم. اگه میدونید چرا کامپیوتر من انقدر داره داغ میکنه لعنتی تا من یک ویدیو نمیتونم یک گیم پلی سای دلم مونده زد کنم اون روی OBS. بدون شوخی اومده با یه سری کلیپ هایی که این دوستم امیر رضای دوست عزیز واسه ما فرستاده و اینقدر کلیپ هست. میگفتم قراره این کلیپ ها رو با هم دیگه نگاه کنیم و به کلشون ریاکشن نشون بدیم. همین سلام گیاهخوارا، من این گاو کشتم چون داشت غذای شما رو میخورد. باورتون نداشت. دردو نفری رضا داداش یه چیز دارک بگم؟ بگو تو کامنت ها قوز بینی رو کامنت کن. خب بعد بزن رو ترنسلیت. ای وای چرا؟ عافیتم باشد. What the fuck اینجا رو حسنی به حسنی میگه حسنی میای بریم حمام. حسنی میگه بله میام بله میام. حسنی تنبل بوده کسخل که نبوده نره حمام. آب کیر دونالد ترامپ مثل مادر کسته. هی کمپاله دهنتو گاییدم. دهنتو گاییدم. رکورد امیرن رو تو فست رپ شکن. تو فست نیست سرعت رپ 30 ثانیه شما نمی فست. این من خود امتحان میکنیم آمادگیشو داریم. من شما رو تو شرایط خاصی قرار دادم. براش آماده هستین؟ من آماده هستم. میتونید تو 30 ثانیه نام 114 تا سوره قرآن بخونید. بفرمایید ما آماده ایم. لطفاً تایمر رو برای من روشن کنید. بسم الله الرحمن الرحیم. فاتحه کتاب بقره آل عمران نساء مائده انعام اعراف و توبه یونس هود یوسف رعد ابراهیم و هجران الاستاد کهف مریم طه انبیاء حج مؤمنون نور فرقان شعراء نمل قصص عنکبوت روم لقمان سجده احزاب صف فاطر یاسین صافات سازومه غافر خسر شورا زخرف سخن جاسی اعقاف محمد فضیلات قاضیات تونس محمد رحمان واقع حدیث مجادلات ممتنه تنجم منافقون تقاون طلاق تحریم قلم آقا معارض موجی مزمل مدت قیامت در مرسلات نبا نازات و تکبیر انتظار متفقین انشقاق روز طارق علاقاتی و تجربه رسم زدید و انشاء فینال قد بینه زرادیات و تکاثر از منظر قرید مالو گفتار کافر نس مسد اخلاص طلب ناز 114 حاجی گلدا اینطوریه. ریاکشن رو ببین چون خیلی قشنگ خوندین. مرد زیبا و خوشرو که شبیه معلم دینی ماه. به خاطر همین یک دست با دعا میفرستیم براش و اینو میفرستیم. همین کلیپ بعدی. نت چرا قطع شد؟ دوستان میخوام این صحنه رو واسه شما بگم. میریم داخل این برنامه. داخل این برنامه میریم یک برنامه‌ای که برای بچه مثلا چطوری میکنه. مثلا میتونید نت مثلا فیلتر چکن داخل گوشی روشن کنید، همین رو وصل کنید با کابل به کامپیوتر و کامپیوتر کلا بدون فیلتر اجرا میشه و همین روی میزنید. الان اومد تیکش اومد نت داخل کامپیوتر پایین روی این کانکت یو اس بی رو میزنید و خودش وصل میشه به همین راحتی کانکتد. بعد روی از روی ریلود میزنید داخل اینستاگرام و سراغ ادامه کلیپمون به همین راحتی. آقا ویدیو من رو نگاه کنید. آقا نه تنها بر این که بر علم کامپیوتری و علم خیلی چیزای تو میافزوند و خنده به شدت زیادی ویدیو من داره اصلا سود میرسونه. پس تو هنوز لایک نمی کنیم. نوشته سگشون پیدا شد. پایگاه مجدگان کو سگش گم شده. زنگ بزنیم. برای مرسی که اینجا ویدیو همراه من بودید. الان از خودتون پرسید چرا مثلا من دقیقاً الان دارم با این تیشرت و چرا دارم با گوشی ویدیو ضبط می‌کنم. چون یه لحظه مثلا یه سری کارا یه لحظه اتفاق افتاد به خاطر مجبور شدم گفتم من برام اتفاق انجام بدم. یه ساعت بعد اون اتفاق مثلا گرمم شد و اون رو عوض کردم و اینو پوشیدم. براش کولر لعنتی هم روشن صدای بدی میده. این دل ویدیو کولر ببینید نکنید
کولر اینجا صدای سگ میده فعلا. حالا بی خیال دو تا از اینا. این ویدیو خیلی خوش بود. حتما دکمه لایک بکن، کانال رو سابسکرایب کن و زنگوله بغلش حتما بزن تا نوتیفیکیشن ویدیو من واسه تو بیاد و اگه کلا از کانال من خوشت اومد و تازه اومده بالا کانالم حتما دکمه سابسکرایب بود تا حمایتی بشه از من و تا ویدیو دیگه میبینید. فعلا چی عزیزم؟ فعلا یه خدافظی گل یاد گرفتم. فعلا خدافظ.